به نام خدا. سلام دوستان، در جلسه آموزشی می‌خوایم در رابطه با رنگ سبز و پیامدهای آن و رنگ نارنجی و پیامدهای اون صحبت بکنیم. رنگ سبز نشان دهنده طبیعت و در کشور ایران و سایر کشورهای مذهبی و اسلامی و اینها نمایانگر امام و سید و پیغمبر و اینهاست. معمولا ما توی فیلم هایی که میخوایم امام خودمون رو نشون بدیم بر روی سر پیشوایان خودمون شال سبزی میبندیم، یا مثلا اونهایی که سید هستن کلاه سبزی روی سرشون میذارن. پس این رنگ سبز نشون دهنده دین و مذهب ما هم توی ایران هست. حالا شاید خارج از ایران باز متفاوت باشه و کلا نماد دیگه‌ای در سایر کشورها داشته باشه. در اکثر کشورها نشون دهنده طبیعت، نشون دهنده سرسبزی و درختکاری و طبیعت و شور و نشاط و اینجور چیزها هستش. پیام موفقیت رو ما نشون میده. یعنی ما اگر یه جایی میخوایم به کاربرمون بگیم آفرین تو موفق شدی، تو برنده شدی، تو فلان شدی، اگر که یه جام بهش نشون دادیم که باید زرد باشه، جام ها معمولا زردن، ولی اگر پیغام موفقیت آمیز خواستیم به کاربرمون بدیم حتما باید از رنگ سبز استفاده کنیم. یا مثلا یه دانلودی رو داره انجام میده، یه پروگرسی داره پر میشه، به پایان که میرسه باید سبز رنگ یه آیکونی بهش نشون بدیم و بگیم که موفقیت آمیز بود، کار تو با موفقیت به اتمام رسید. نماد امنیت و آرامشه، یعنی امنیت و آرامش رو به همراه خودش میاره و افراد وقتی که سبز رو میبینن احساس امنیت میکنن. کلا برای همینه. البته یکی از دلایلش اینه که پلیس در واقع حفاظت ما هم داره از رنگ سبز برای خودش استفاده میکنه. پلیس نیروی انتظامی بهتره بگم، حفاظت رو فکر میکنم اشتباهه، باید بگیم پلیس نیروی انتظامی. نیروی انتظامی ما هم داره از رنگ سبز استفاده میکنه، هم روی ماشین‌های خودشون و هم لباس‌هایی که دارن سبز تیره هستش. مناسبه برای هر دو جنس، یعنی هر دو جنسیت مرد و زن میتونن از این رنگ استفاده بکنن و هر دوتا معمولا از رنگ سبز خوششون میاد. تمرکز رو هم افزایش میده. از اون جایی من میگم تمرکز رو افزایش میده که در عینک‌های دید در شب هم استفاده میشه. چرا توی عینک دید در شب از رنگ سبز استفاده میکنن؟ برای اینکه تمرکز چشم کاربر رو افزایش بده و ذهنش بره روی اون مواردی که توی شب میخواد ببینه. پس تمرکز رو افزایش میده و ما جایی که بخوایم روی یه چیزی کاربرمون تمرکز بکنه سعی میکنیم از رنگ سبز استفاده کنیم. اما به صورت کلی ما هیچ وقت یکی از این رنگا رو خیلی زیاد استفاده نمی کنیم، چه سبز باشه، چه آبی، چه زرد، چه هر چیز دیگه ای. ترکیب رنگ سبزم قبلا بهتون گفته بودم با آبی خوب در میاد، یعنی رنگ سبز رو با آبی خوب میتونید مچ بکنید. رنگ نارنجی یک رنگ گرم و پر انرژیه، تقریبا شبیه به شعله‌های آتشه. معمولا شعله‌های آتش قرمز رنگ نیست، شعله‌های آتش نارنجی رنگه. افزایش اعتماد به نفس رو به همراه داره، یعنی جایی که شما از نارنجی استفاده میکنید اعتماد به نفس افزایش پیدا میکنه. توی کفشای سالن، کفشای فوتسال و فوتبال خیلی زیاد از رنگ نارنجی استفاده میکنن، به عنوان البته رنگ دوم. مثلا رنگ پس زمینه یا رنگ اصلی اون کفش سفیده، بعد روش از نارنجی استفاده کردن که اعتماد به نفس رو افزایش میده، توجه ها رو به خودش جلب میکنه. یک سری از هشدارها رو هم با نارنجی نشون میدن، معمولا هشدارهایی که هشدارهای خوبی هستن. مثلا شما دارید یه مسیری رو میرید، میگه 20 قدم دیگه مونده تا موفقیت، یا مثلا 20 قدم دیگه مونده تا پایان مسیر. این برای شما یه نشانه خوبه دیگه، میفهمید که 20 قدم دیگه میتونید به اون جایی که دوست داشتید برسید. اینجور هشدارهای خوب و پر انرژی رو معمولا با رنگ نارنجی هم نشون میدن. به صورت کلی کم استفاده میشه، رنگ فقیریه، یعنی آنچنان زیاد توی طراحی ازش استفاده نمیکنن، منتها جاهایی که استفاده بشه رنگ و لعاب خوبی به طراحی های ما میده. من هم اینجا تقریبا از طیف رنگ نارنجی استفاده کردم، نارنجی و زرد، که بر روی رنگ تیره خیلی خوب میشینه و اینجا هم بهتون گفتم که ترکیب نارنجی با رنگ های تیره خیلی خوب میشه. محبوبیت کمی میان جنسیت ها داره، یعنی مرد و زن هر دوتاشون آنچنان از نارنجی خوششون نمیاد، نه اینکه بدشون بیاد، ولی خب به نسبت سایر رنگ ها محبوبیت کمتری داره. خب برای این جلسه آموزشی هم تا همین جای کار کافی. امیدوارم که همواره حال دلتون خوب باشه، خسته نباشید، خدا نگهدار.